دانستن اصول، دانستن همون روش کار را برای دریافت امتیاز انا همین لحظه مناسب این بسیار نقش بارز دارد. تیمور رحیمов به میدان برآمد. ورزشگری معروف مملکت در دوره اول تیمور رحیمov آزاد بود. پهلوان اسپانیا انانی نام دارد. ایتالیا معذرت. پهلوان اسپانیا کلویشویلی در مقابل انانی ایتالیایی ظفر یافت. به مرحله دوم آمد و با تیمور رحیمov نیروسنجی دارد. در رده‌بندی بهترین های دنیا در مقام دوم است. 115 رقابت سطحی با نفوذ دارد. از مسابقات گرند اسلم هم نتیجه شایسته به دست آورده است. 1 مدال طلا، 2 نقره، 4 برنجی. در قهرمانی آسیا نوکک صاحب مدال برنجی شد. 2 بار به مرحله نهایی مسابقه با نفوذ ستاره های جودوی سیاره راه یافت. جای دوم را گرفت. این عالی ترین دستاورد پهلوانی ما محسوب می‌یابد. در قهرمانی جهان هم میان جوانان این چهره چون گفتیم که موقعش خوبتر، مدال برنجی یک صحافتی ورزشی پهلوانی ما را باز هم جالبتر کرده است. امروز اکنون از تیمور امیدواری بیشتر داریم. تیمور حالا رجوع میکند در مقابل کلویشویلی داوید، پهلوان اسپانی گرجی تباره که تمام کار را هم در جریان تلاش اسیکومی خیلی خوب برآمد و تیمور رحیمov اینجا صاحب امتیاز ارزنده گردید و از دور دوم که رقابت را آغاز کرد خیلی هم مهارت بالا نشان داد و موفق شد و به مرحله دیگر رفت. گردان های ما دستاندرکاران این چهاربینی بیشتر توجه میکنند که هر یک رقابت ورزشگران تاجیکستان را اینجا هم سری وقت منظور شما نماییم، چون اقتدار تکنیکی ما نیست که از گلیم به گلیم دیگر گذاریم و باز هم اینجا تجهیزات های عکس برداری موظفن و نصب شدن که برابر خاتمه، چون ما یکی را توجه میکنیم به مرکز و از آن گلیم های دیگر هم گلچین و باز هم لحظات جالب پهلوانان رو دسترس میکنیم و به خاطر فراغت شما منظور شما میکنیم. تیمور رحیمov اکنون در مقابل پهلوان ترکیه قرار دارد. تاتاروغلو پهلوان چین یین را، پهلوان جمهوری مردمی چین که یین نام داشت، مغلوب کرد. ابراهیم تاتاروغلو ورزشگری 18 ساله ترکیه و با این دور آمد. در مرحله 4-1 نهایی پهلوان جمهوری تاجیکستان قرار دارد. اکنون بعد این راه به مرحله نیمه نهایی میگیرد. بیا توجه میکنیم حالا به ادامه تلاش پهلوانان تاجیکستان و ترکیه در این مرحله 4-1 نهایی.
پهلوانی ما در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم تیمور رحیم و ورزشگری اسپانیا را مواجه شکست کرد و حالا با ابراهیم تاتاروغلو نماینده ترکیه مقاومت کرده ایستاده است. تلاش نمود، فشارآوریش به خاطر بوغی کردن رقیب بود. اما موفق نشد. از راست تلاش پهلوانان ادامه می‌یابد. شور و شوق مخلصان خیلی زیاد است. این حرکت تیمور رحیم و فکر میکنم امتیاز ارزنده پون هست برای پهلوانی ما. بله، اکنون تیمور رحیموف در این دور هم ظفر یافت، کامیاب شد و به مرحله نیمه نهایی رفت. انا همین کوشش حلوک دخوله چنگک که اینجا همچین در اکثر گوشین مرحله نیمه نهایی گراند اسلم دوشنبه است که پهلوانی سرشناس جودوی سیاره، پهلوانی شناخته تاجیک تیمور رحیموف با رقیبش مگامدومارف از امارات متحده عرب روی گیلم آمدن و قوازمایی میان هر دو آغاز گردید. خوب، این اولین بار نیست که تیمور رحیموف با مگامدومارف قوازمایی میکنند در دایره مسابقات سری جهانی جودو. اونها روبرو شدند و اینچنین سال قبل در بازی‌های آسیایی هانجو که اونجا مگامدومار خوب موفق شده بود. بله، نکروز چندین بار این دو پهلوان با هم قوازمایی کردند. سال گذشته هم مگامدومار در گراند اسلم دوشنبه اشتراک کرده بود و برای نشان برنجی شکر محمد میر محمد را شکست داد و جایزه در گراند پری دوشنبه جایزه دار به حساب می رود. در چمپیونات جهانی سال 2023 تیمور رحیموف را شکست داده بود و اینجا هر دو هم بهره راه یافتند و مرحله نهایی کوشش کرده ایستادند. دقیقه اول آزمایی هم پشت سر می شود و هر دو هم موقعیت می جویند که اصول را انجام بدهند و صاحب امتیاز گردند. همینطور شیدای اول با مگامدومار نشان داده می شود به خاطر نادرست داشتن از انمان جودوگی رقیب و ادامه می یابد سبقت. خوب، اینچنین دو مرتبه تیمور رحیموف توانسته است بر این رقیب خود، بر این رقیب آشنای خود ظفر بیابد. سال قبل در دوحه قطر ورزشکاری ما توانسته بود مگامدومار رو شکست بدهد و پیشتر اونها در گراند اسلم روبرو شده بودند که اون نوبت نیست تیمور موفق شده بود. اکنون کوشش نوبتی از جانب مگامدومار سر زانو نشست و اینجا تیمور حالا موقعیت خوب نشان میدهد. دیگر بار به مرکز میدان میآیند. تیمور رحیموف نفس راست میکند و اکنون این نوبت آنها به هم میآیند. انتظار هستیم که پهلوانی ما اینجا یک مهارت بسیار هم عالی نشان بدهد. میبینیم که دیگر باره مگامدومار شیدو میگیرد. بله، نکروز از لحاظ انمان شیدوها تیمور پیشرفت است و باید فعالی خود را نشان بدهد و احتیاطکارانه مبارزه برد در برابر این رقیبش، چون که الکی او فشار را زیاد میکند، چون که رو به باخت دارد و از همون لحاظ دوشیدو داشتن و اینجا کوشش ها هم از هر دو جانب صورت میگیرد و تیمور موقعیت را خوب داشته است، یعنی موقع خوب را اشغال کرده است و امکان انجام دادن اصول برایش خوب است و از این و اینجا داور اشاره میکند که
ایستید و با همین خاطر از جهتی نادرست داشتن فکر میکنم که شیدای نوبتی هم با مگامدومارов نزدیک بود که دوده شود و ادامه می‌یابد دیگر باره آزمایی آنها و توجه میکنیم که چگونه نیروسنجی را ادامه می‌دهند. یک کوشش توکل آمیز از جانب مگامدومار اصولی تمامی نگیره خواست با کار ببرد، ولی موقعیت تیمور رحیمов در دفاع خیلی استوار است. خوب دوستان، اکنون این شیدای سیوم است و خمسا که ما که این برد پهلوانی ما تیمور رحیمов است و همگی اکنون از جو برخستند با افتخار تیمور رحیمov کف میکوبند و انتظار است که تیمور رحیمov این شام قهرمانی برپا کند و همگی قبل از گرند اسلم هم سر و صداها بود میگفتند که تیمور رحیمov با تدی رینر رو میخواهند در گرند اسلم دوشنبه در فینال ببینند. این شماره زیادی مخلصان بیرون از تالار است. در هر جایی که فرصت پیدا کردن مخلصان البته برای تماشای هنر پهلوانان ما آمدند. دوستان عزیز، لحظه های طلایی هم اکنون فرا می رسد. ما منتظر هنرنمایی عالی تیمور رحیمov پهلوان سنگین وزن تاجیک، آن نفری که البته برای جودوی تاجیک تاریخ سازی ها کرد. ما امروز انتظار هستیم که بر مقابل شاه جودوی جهانی تدی رینر باید اندر میدان شود برای به دست آوردن مدال طلایی گرند اسلم دوشنبه. تدی رینر 35 ساله در رده‌بندی مقام چهارم، 26 ساله پهلوان تاجیکستان تیمور رحیمov مقام دوم را اشغال میکند. تدی رینر در چمپیونات جهانی دوحه قطر سال 2023 در مرحله نیمه نهایی تیمور رحیمov رو شکست داده بود. این هم روی تعیین نموده هر دو پهلوانان هستند که در دور اول آزاد بودند، رقابت ها را از مرحله دوم شروع کردند و اکنون راول کاماچو از اسپانیا داور این رقابت است و ما همه شما را دعوت میکنیم دوستان عزیز با دستگیری پهلوان خوشنام تاجیک تیمور رحیمov. تیمور رحیمov جودوگی سفید بطن میکند با همراهی مربیش سهراب عبدالرحمانov با میدان وارد میشوند و این هم محبت مخلصان، قرصک های مخلصان به خاطر تیمور رحیمov. شاه جودو تدی رینر 35 ساله دو کارت مدال طلای بازی های المپی را دارد. 10 مرتبه چمپیون جهان است. 4 مرتبه در میان ستاره های جودو نشان طلا به دست آورده است. 10 مرتبه در فصل گرند اسلم ها مدال طلا دارد. تدی رینر قهرمان فعلی جهان بر مقابل میزبان مسابقه تیمور رحیمov نیروسنجی میکند. خوب رقابت آغاز می شود دوستان عزیز. تیمور رحیمov سفید پوش، تدی رینر جودوگی کبود بطن کرده است و تیمور رحیمov نخست از گریبان می دارد. اکنون از بالا داشتن برای تیمور خیلی خطر دارد، باید اجازه ندهد با تدی رینر. البته تدی رینر را مخلصان تاجیک خیلی خوب می شناسند. در فرودگاه با یک صمیمیت خاص استقبال گرفتند و امروز اکنون تدی رینر که میزبان بازی های المپی پاریژ 2024 است در میدان دوشنبه نیروسنجی میکند. از آسین میدارد. انمون از بالا داشتن برای تدی بسیار موفق است. تیمور ما باید این موقعیت رو به حریف گذارد. پایزنی از جانب تدی رینر و این رو باید داور حجمه داور اینجا ماته گوید. اسماعیل محمد زویر رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان با ولاد مارینسکی اینجا برای برآمدن از روی گیلم با تیمور رحیمov راول کاماچو شیدو میدهد، در حالی که تیمور پیشش را نمیدید. خب به هر حال دقیقه های اول با فشارهای تدی رینر سپری می شود. از همون بالا معلوم است که از بالا داشتن برای تدی رینر خیلی موفق است. بعدا حلوکی بیرونه را استفاده می کند پهلوان فرانسوی و اینجا باز
از گریبان می‌دارد. پایزنی می‌کند تدی رینر و تیمور رو از روی گلیم بیرون می‌کند. راول کاماچو انبوی مخلصان، محبت مخلصان رو بینید. به خاطر تیمور رحیموف همه چشم چار نگاه دارند. براستی آوازه و نفوذ گرند سلام دوشنبه باید با گوش تمام جهانیان برسد. باید بدانند که محبت مردم تاجیک به این رشته چگونه است. متاسفانه بار دوم برای برآمدن از روی گلیم با تیمور رحیموف شیدا میدهد. راول کاماچو تیمور رحیموف 8 ماه دور بود از مسابقه ها، تبابت میگرفت. بعدا با چمپیونات آسیا برگشت، آنجا نشان برنجی را گرفت. اما برخوردی با شاه جدایی سنگین وزن ها خیلی خطرناک است. اینجا حرکتی تدی رینر و ضربه او گذاری شد از جانب داور اسپانی راول کاماچو. فشاری که تدی رینر داشت. تیمور رحیموف در رده‌بندی جهانی این حال مقام دوم را اشغال میکند. تدی رینر باشد در مقام چهارم قرار دارد. یکی از موفق‌ترین جودوکاران سیاره. تیمور رحیموف البته سال 2022 اولین نشان طلای گرند سلام را از باکو به دست آورد. این در تاجیکستان بار اول بود و یک پایزنی میکند اینجا تیمور رحیموف. و بعد از 8 ماه تبابت البته در حال مطابق شدن برای او خیلی دشوار است. اما متاسفانه معلوم بود که همین حلوک بیرونه و از بالا داشتن برای تدی رینر موفق است و با امتیاز ایپون تیمور رحیموف را شکست میدهد. بار دوم در چمپیونات جهان هم همین گونه با امتیاز ایپون شکست داده بود پهلوان ما را و این نوبت هم البته ببینیم چگونه احترام میگذارد تدی رینر و قرصک میزند به خاطر مهارت بلندی تیمور رحیموف و محبت مخلصان تاجیک رو هم اینجا به خوبی پای میبرد. شاه گوشتین جودو. خب باقی نیست، مهم تیمور رحیموف از مسابقات خانگی به نتیجه نموند و توانست که جایزه دار شود و این هم دستفشاری مخلصان به خاطر هنر تدی رینر. اما کنون ما در مقام چهارم قرار میگیریم با یک نشان طلا 3 نقره و 3 برنجی. این آخرین رقابت ها بود دوستان عزیز و اکنون این هم حرکت های تدی رینر. به خوبی میدانستیم که از بالا داشتن برای تدی رینر چگونه موفق است. باید همین موقع را با اون نمیگذاشت. روی درونه رو اینجا به خوبی استفاده کرد تدی رینر. خیلی البته امید داشتیم برای سنجی، اما البته با قول زور است. تدی رینر همون رو اثبات میکند که در بازی های المپی پاریس در وطنش مدعی است. شاید بعد بازی های المپی که قهرمان گردد جودوگی خود را به مخ آویزان کند، به قول دیگر گوشتی نگیرد. این البته تخمین است، اما 34 ساله 35 ساله